سفرم رو شروع کردم برای یه سفر بیشتر از 10 روز. برم نمیدونم به کجا. سلام، چطورید؟ ساعت 1:17 مهر سفرم رو شروع کردم به نمیدونم. گفتم اولین مقصدم تهران باشه، شهر به شهر پیش میرم، دوستان میبینم، جایی که میخوام رو میبینم و یه سفر بالای 10 روز رو تجربه میکنم. یه ماکسیم گرفتم به سمت تهران با فرهاد که هم مسیر بودیم و قرار بود که شب مهمونش باشم. یه پسری اومد با پراید که سیستم بسته بود روش، پنوماتیک داشت و سابوفر داشت پشت ماشینش، داخل ماشینش همه استیکر و این چیزا. همسایه من بودیم، کلی آهنگ گذاشتیم، از فیروزکو خودم آهنگ گذاشتم. آهنگا چسبید واقعا، یعنی اینجوری بود که من دیگه بعد از اون اگه هندزفری میزدم دیگه هندزفری نمیشستید. دوست داشتم که اون سیستم و سابوفر و اینا باشه. بعد پراید میومد کنسل میکردم، ولی این خلاصه شانسمون شد یه بارم اتفاقا لغوش کردم، ولی دوباره که درخواست دادم دیدم همین اومد دیگه، گفتم بریم دیگه، با حالم هست، همسنیم، بریم. اتفاقا قبلش یه النوری بود که با اون رزرو کرده بودم، هماهنگ کرده بودم، اون کنسل کرد، قسمت شد که با این بیایم. سفرمون شروع شد ساعت 2. نمیدونم کجا راهیم، به سمت تهران با یک راننده عالی. الان پومرزی ساعت 5 صبح رسیدیم و استراحت و فراد باید میرفت دانشگاه، من باید میرفتم یه کاری داشتم، بعد رفتم انجام دادم. مترو سوار شدم، رفت برگشت، مترو سوار شدم، مترو شلوغ. یکی هم دقیقا کنارم ماسک زده بود، یه سرفه کرد اونجا. گفتم که هیچی، من ویروسه رو گرفتم. از همون شب شروع کردم فسترس شدن و خستگی و انرژیم افتاد اصلا. حالا هم 2 مترو که سوار شدم، تو هر 2 مترو تا وارد شدن بشینم اینا، یکی عینک چه قشنگه. اونجا یه چیز گفت، چیز به ذهنم رسید، این که من هیچ وقت این شجاعت و این رو ندارم که از یه چیز یه نفر تعریف بکنم و این چقدر باحاله، چقدر انرژی میده به افراد اگه این کار رو انجام بدیم. من خودم خیلی حال کردم که 2 نفر گفتن عینکت چقدر باحاله. حالا من از مترو که پیاده شدم و داشتم میومدم خونه، یه مسیری رو باید تاکسی میگرفتم، سربالایی بود. گفتم که من برم بالاتر وایسم که تا ماشین میاد از اون پایین احتمالاً سوار میکنه، من که دیر سر اومدم آخری باشم. یه چند دقیقه موندم، دیدم که نه هیچ ماشینی نمیاد، اینا ناامید شدم. گفتم حالا 20 دقیقه پیاده رویه دیگه میرم. اومدم گفتم خب بیام تا سر چهارراه که از خط عابر پیاده برم. یه پراید اومد دقیقاً یه دونه جا داشت دیگه، اصلا اون چند نفر رو نگاه نکردم، سوار ماشین شدم. خیلی حال داد، ولی آیا اخلاقی بود یا نه رو نمیدونم. اون که 5 دقیقه 10 دقیقه منتظر مونده بود زودتر از من اومده چه حسی داشت رو اصلا نگاش نکردم. اومدم اون خیلی جسید. خواستم امیر محمد اون شب هماهنگ کردن که بریم بیرون. امیر محمد اومد دنبالم، رفتیم از نیاوران، ماشین پارک کردیم، پیاده که داشتیم میرفتیم به سمت پارک نیاوران دیدم یه صدای کنسرت میاد. گفتم این صدای کنسرت برای کیه؟ یکم تابلوها اینا که کنار کردیم، به نظرم که کنسرت همایی بود. بعدا رفتیم اطلس مال، اونجا یه
دمنوش و قهوه‌ای خوردیم و برگشتیم. من رسون خونه و اون شب گذشت. فرداشم چهارشنبه روز کار خاصی نکردم تا غروب که شد با دوستم هماهنگ کردم قرار بودش که آخر هفته که کاری نداره برم خونهش کرج. تهران که کار میکنه قرار شد با هم دیگه بریم کرج. رفتم تا محل کارش، اونجا با هم سوار ماشین شدیم و رفتیم تا خونه. 4 ساعت تو ترافیک بودیم از تهران تا کرج، چون که آخر هفته بود همه داشتن از محل کار برمیگشتن. از خود تهران تا خود کرج ترافیک خالص. بالاخره رسیدیم. شب با هم دیگه که داشتیم صحبت میکردیم گفتش که ما قراره فردا شب بریم کاخ سعادت آباد اجرای 300. خانوادگی من و خالم اینا قراره بریم اجرای 300. بعد گفتم تو دیشب با خودم داشتم فکر میکردم تو دیشب که نیاوران بودی اجرای همایی رو توی کاخ نیاوران شنیدی، ولی اصلا فکرشو میکردی که پنجشنبه بخوای یه همچین چیزی رو تجربه کنیم. از اون طرف ذهنم بود که خب این قطعا بلیتش پر شده، چون چیز معمولی تا شروع بشه قطعا بلیتش فروش میره. ولی دوستم بهم گفتش که این 3 بار کنسل شده به خاطر اعضای عمومی و موشک و نمیدونم چیزای مختلف. 3 بار این داستان کنسل شده و حالا ما فردا میخوایم بریم، تو هم با ما بیا، نهایت این که تهران میری دور میزنی دیگه. گفتم باش. پنجشنبه شد و گفتیم خب بریم دیگه برای اجرا. من قبلش یکم گوگل کرده بودم که ببینم از کجا باید بلیطو بگیرم، دیدم که نه جایی نیستش، این سایت که نیستش، اون یکی سایت هم که نوشته تاریخش تا اینجا اینا. ولی تو ماشین خالش بهش گفتش که من دیشب بلیط گرفتم. گفتم چطوری؟ من خودم گوگل کردم نگاه کردم دیدم بلیط نبودش که. چطوری تو دیشب بلیط گرفتی؟ بذار یکی دیگه نگاه بکنم. نگاه کردم دیدم آره توی خود سایت که یکم بگردی اون صفحش میاد و بلیط هنوز فروش میره. اتفاقا کلی هم صندلی خالی داره به خاطر اینکه 3 بار کنسل شده. رفتم سمت برق که ارزون ترین جا بود، اونجا یه صندلی گرفتم و نظرم اومد که اتفاقا خوبم دیده میشه، چون یه حالت سنی داشت که جلو می اومد. خب قطعا این اجرایی که جلو میادم تو میخوای ببینی، یعنی تو اون صندلی یکو بگیری اتفاقا بیشتر چیز از دست میدی تا اون صندلی تهو بگیری. گفتم این صندلی خوبه، حالا ارزون ترین تا گرون ترینش هم فرقی نمیکنه، مثلا 200 تومن اینا فرق میکنه. یه چیز بوده 700 تومن با مالیات پول بلیط شد. گرفتم و رسیدیم نزدیک کاخ سعادت آباد. ماشین یه پاساژ یه جا پارک کردیم، پیاده رفتیم تا کاخ. ساعت حدودا 8:30 اجرا شروع شد. حالا من اول تیشرت پوشیده بودم و روش یه پیراهنم برداشتم، چون روز واقعا آفتاب و گرم و خوب بود. ولی شب که میشد، همون 2 شب پیشش هم که رفته بودم سمت کاخ نیاوران، اونجا هم سرد بود. اینه که باز من یه پیراهن برداشتم یا مثلا کلاهمو برداشتم. شروع داستان خوب بود ولی آخرا دیگه داشت سردم میشد. یعنی آرزو میکردم که اون دورسمو کاش میآوردم که راحت بتونم این اجرا ببینم. رسیدیم خالص داخل مجموعه که قرار بود تئاتر پخش بشه، اجرا بشه. رفتم صندلی رو پیدا بکنم، نشستم، دیدم که فقط کله میبینم. چه وضعشه؟ این چه صندلیه گرفتی؟ لااقل اون گوشه میگرفتی که از کنار ببینی یه چیزی. تو که الان فقط کله میبینی. پشت نگاه کردم دیدم کلی صندلی خالیه. گفتم اوکی خب لااقل میتونم برم عقب‌تر بشینم که از این کنار یه چیزی ببینم. یه دفعه به ذهنم رسید گفتم که بلیط هنوز فروش میره، تو میتونی صندلی خالی ها رو از تو سایت ببینی. نگاه کردم دیدم بله
قسمت تیسفون هنوز یه 6-7 صندلی خالی داره. گفتم پس همینه دیگه، بذار برم من سمت تیسفون اونجا بشینم. رفتم یکم استرس داشتم، گفتم نه یا الان با صندلی خالی ها اینا چک بکنم چیکار بکنم. به دوستم پیام دادم که همچین داستانی هستش، تو جلوتر نشستی قبلا هم اومدی اتفاقی پیش نمیاد. گفت نه اوکیه. همینجوری داشتیم صحبت میکردیم دیدم دیگه شروع شد دیدی کاری هم ندارم. واقعا هم طوری نشد، خیلی چسبید. اونجایی که نشستم واقعا ویو خیلی خوبی داشتم، دید خیلی خوبی داشتم، چون پله‌ای هم بود کامل میدیدم، یعنی حتی از اون نفر اول به نظرم بهتر میدیدم، چون نفر اولیه باید کلش رو اینجوری پشت میکرد تا ببینه، ولی من کامل اشراف داشتم. اجرا تموم شد، اجرای خوبی بود، ولی شاید تایپ من نبود. مثلا اتفاقی شدش رفتم که گفتم از دستش ندم، با هم دیگه هستیم اینا، ولی این تنهایی خودم بخوام اینو برم بگیرم خیلی اجرای به نظرم سوبر و چیز شاهنامه اینا دیگه. من که مثلا شاهنامه نمیخونم دیگه، حالا برم اجراشم ببینم تایپ من نیست دیگه. آره اجرای خیلی فاخری بود، آدم هنرمندای خیلی باحالی بودن. نوید محمدزاده مثلا من داشتم از نزدیک میدیدم، گوهر خیراندیش، آدم مختلف دیگه بودن. خب اینا رو پیش نمیاد حالت عادی ببینیم. خیلی جالب. توی محوطه کاخ بخوای اجرا ببینیم یه چیز خاصی بود، میارزید واقعا. با 700 تومن هیچ پولی نیستش. دشمن جان جوان این سرزمین را نشانه رفت. دارا اینو بدون، خورشیدی که در دستان مغول غروب میکنه دختر توه. دارای اسفحبد نه چون هر مردی است، او را گفتن منجی این سرزمین است در هجوم مغول. این پیام است از آوتانی دختر چینگیز. میآیید و به خیال خوش میپندارید که کار ایران میتوانید یک سره کنید و زبان فارسی را همچون رستم به ته جای فراموشی بسپارید. میآیید اما نمیمانید. تموم شده اومدیم بیرون دیگه، نزدیکای ماشینی که گرفتیم دیگه نزدیکای 12 بود. خب 12 هم دیگه همه رستوران اینا باید ببندن. گفتیم شام بخوریم. کجا بریم؟ من گفتم بریم فودکار اینا که دیگه تا صبح بازه. اینا گفتن که نه بریم میدون تجریش. رفتیم میدون تجریش، شلوغ، جا پارک نیست. خالص نزدیک کیوسک برگر تونستیم پارک بکنیم. رفتیم کیوسک برگر، منو رو نگاه کردیم دیدیم هیچی معلوم نیست. این چه وضع منو نوشتن، چون اصلا بستی رو این که طرف نفهمه. قیمتش همه یکی بود تقریبا، یه چیز بین 300 تومن بود، ولی که منو رو نمیفهمیدی. آخر رفتیم به طرف گفتیم که توی برگر من اینا رو بذار که ما بتونیم بخوریم دیگه. اونم سرجم میبست که اینا رو بذارم میشه اینقدر. حالا من و دوستم قرار شدش که توی برگرمون مثلا ژامبون باشه، خب میشد 2 تا ژامبون دیگه، 2 تا رو بر من ریخت. دوستم اصلا نداشت، من 2 تا داشتم. بعد همین گفتش برای من نداره اینا. بعد برای من نگاه کردی 2 تا داره. یه چیز افتاده ولی قیمت هم بالا. ولی طعمش واقعا باحال بود. اون ساعت هم خب جالب بود دیگه، همه دور هم نشستیم و یه غذایی خوردیم.
دیگه راهی کرج شدیم، ساعت 1-2 اینا رسیدیم و با خستگی تمام خوابیدیم. جمعه بیدار شدیم، یه صبحونه‌ای درست کرد خیلی باحال خفن. خسته بودیم، باز کلی استراحت کردیم تا غروب رفتیم مهرشهر کرج، اونجا دور زدیم با ماشین و یه کافه‌ای رفتیم. جالب بود برام که خیلی از ماشینا آهنگ ADHD رو داشتن می‌ذاشتن و شاهین، ما هم پلی کردیم، ولی اینکه با هم دیگه یه آهنگ رو داشتیم می‌ذاشتیم خیلی باحال بود و من اصلا فکر نمی‌کردم که این آهنگ بگیره، ولی گرفت. همین روز وسط استراحت کردن و اینا من رزرو قزوین رو هم انجام دادم. یه مهمانسرا گرفتم تو قزوین که قیمتش 400 تومن بود. تلفنی زنگ زدم ولی یکی از این سایت‌ها اقامت 24 بود، اینو 350 تومن میداد. حالا من ذهنم بود که چجوری ممکنه، احتمالاً کانترکت دسته که من مثلا این اتاق رو تا یه ماه میخوام و قیمت پایین‌تر میگیره و حالا با این قیمت میده، نمیدونم، چون که تخفیف نداشت، قیمتش توی سایت 350 تومن. اون 350 تومن گرفتم. استرس نمی‌داشتم که فردا چجوری برم قزوین، با قطار برم یا مثلا اتوبوس نداره چیکار بکنم اینا. که میلاد گفتش تو همون سر اتوبان وایسی، ماشین میاد اتوبوس میاد اوکیه، من تو رو میرسونم، فردا صبح با هم میریم. دیگه بهش اعتماد کردم و همین کار کردیم. قرار شدش که فردا صبحش با هم دیگه از خونه بزنیم بیرون، من رو آدرس بده که کجا برم و از اونجا حالا با یه اتوبوسی چیزی راهی قزوین بشم. این شدش شروع سفر من از تهران که هنوز تنها نشدم. هنوز دور و برم کسایی که میشناسن هستن، هنوز خونه دوستمم، جایی رو برای رزرو نرفتم، چالش این شکلی نداشتم. کم کم دارم باشون مواجه میشم و از اون محوطه امنم کنار میام. حالا قراره ببینیم که تو ادامه چی میشه. بدرود.